اگه فعالیت بدنی شما زیاده و همیشه احساس گرفتگی توی کمرت داری، این آسانا مخصوص شماست. جانو شیرشاسانا 13مین آسانا از 84 آسانا در هاتا یوگا. توی این وضعیت باید با کمر صاف به سمت جلو خم بشیم و با سرمون زانومون رو حس کنیم. اما اگه شما نمیتونین سرتون رو به زانوتون برسونین، شما فقط به یک آجر یوگا نیاز دارین تا اونو زیر باسنتون قرار بدین و همینطور میتونید از یک کمربند یوگا استفاده کنین، اونو دور کف پاتون قرار بدین و سعی کنید با کمر صاف با هر دو دست کمربند یا تنابتون رو نگه دارین، در صورتی که پشتتون صاف باشه و قوز نکنین. اگه باز هم قادر به رسوندن سرتون به زانوتون نیستین، این بار از یک بلاک و یا آجر دیگه هم کمک بگیرین. اونو درست کنار زانوتون قرار بدین و سعی کنید با خم شدن با کمر صاف به جلو پیشونیتون رو به این آجر نزدیک کنین. وقتی که به آجر رسیدین برای چند لحظه تو این حالت بمونین، برای 5 تا دم و بازدم، بعد کم کم ارتفاع آجرتون رو کم کنین و دوباره با کمر صاف به سمت جلو خم بشین و پیشونیتون رو به آجرتون نزدیک کنین. آروم آروم شما میتونید پیشونیتون رو به زانوتون بدون نیاز به آجر برسونید و کم کم سرتون رو روی زانوتون قرار بدین. با تمرین و تکرار روزانه شما بدون نیاز به هیچ ابزاری قادر به انجام این حرکت میشین. تا آسانای بعدی، ناماسته.